خبر داری یک شعر امروز ما گفته بودی در نمی قسمت یک شعر دکلمه کرده بودی کدام بود نوری صاحب؟ تابوت من از کوچه حد میگذرد. میگه تابوت من از کوچه حد میگذرد، چشم مپوش این همان مرده است که بیمار تو پوش. چشم مپوش این همان مرده است که بیمار تو. ما کامنتار خواندم یعنی تقریبا 80% وطندارای ما گفته بودن که سنگین ترین شعر سال 2024 این همی شعر است. والا بعضی همی تو گپا میزنن نه که خودت چشم دیدت خود دیدی؟ اما اندیوال آمد گفت صادق یک مصاحبه بده که الان شعرت پیش اومد. ما گفتم میادر شاید چندین شعر باشه که تو که باشه، شاید خوشبین داشته باشه اندیوال. اگر من خوشبین نمی داشته باشم پس شما پیشتر گفتین یک چند دقیقه پیش گفتی 7 میلیون تماشاچی داشت، پس 1 میلیون تماشاچی از کجا شد؟ پس چیزی هم نگفته بود. نه واقعا درد دل تمام وطندارا را گفته بودی. تقریبا من خودم تمام اشعاری را که گفته بودی تمامش حفظ دارم. یکی گفته بودی صدای تیشه از بیستون نیامد. امشب میگه امشب از بیستون گذشتم بیستون آسمانم میگه. امشب میگه از بیستون گذشتم گرفت بارانه. اگر غلط نکنم اشک چشم فرار. شعر دگام داشته باشی برای بخوانش گرفتن این همی کمرا و مایی که ما به خدمتت است ما تو به اینجا آمدیم امکان نداره که نشنیم. در این دنیای بی اصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرچه بی آخر نصیب مور میگردی.